خوش اومدید به آموزش. سلام، امروز اومدیم که آموزش دارتو بهتون بدم. ببینید یه ورش اول از اینجا طرح قدیمی رو داره و اینجوری به ما حس خیلی خوبی میده و این ورش ها یکم جدیدتر ساختن. ببینید یکم جدیدتر ساختن، ولی من دوست دارم از این ور شروع کنم که شما خیلی بهتون حس امید میده وقتی اینو بزنید. ما سه تا تیغه داریم در اینجا. یادداشت. ما اینو برای کسایی گذاشتیم که وقتی اون سه تا رو خیلی، یعنی از حریفشون امتیازشون بالاتر باشه، اجازه میدیم که اینو بزنن. ببین این خیلی سنگین تره از اون، این خیلی سنگین، خیلی سخت‌تره باش بزنی. خیلی. ببینید قشنگ اینو میبره تو. ببینید نشو. تمام باش اینجا رفت. ببینید الان اینو میذاریم و من میخوام آموزششو براتون بگم. خب یه حرکت خیلی جذابه که همین الان تمرینشو کردیم و داریم آموزشو میدیم. برو. اول پای راستمونو هر پایی که خودتون دوست دارید بهشون راحت ترید و میذاریم. من پای چپم میذارم جلو و پای راستم میذارم عقب. اینجا دست راستمو میبینید، اینجا دست راستمو یه دونشو میگیرم، اینجوری یه دونشو میگیرم و بعدش وقتی اینجوری میزنم این دستم مثل حالت دفاعه، یعنی حالت نشونه گیریه دستمه. ببینید الان من اینو میزنم 1 2 3. الان دورتمون یکم اینجوریش کنیم. الان خودتون ببینید 1 2 3. بله 5. اولی رفت. خب الان اینو ببینید. الان من میخوام یه روش خیلی مرموزانه رو بهتون بگم. این یه جور فیزیکیه، بالهاش یه جوری شکسته خورده زمین که وقتی میره برعکس میشه و میخوره به اونجا. فقط فکر کنم دارت ما هم اینجوری چون شکستگی داره و به خاطر اون برعکس میشه. برو. الان من دوست دارم اینو برعکسش کنم. ببینید الان من اینو برعکسه و تیغش عقب دستمه و اینشو میذارم جلو. بله. میخوام به این نشونه گیرو کنم. نشونه گیرو. 1 2 3. بله. خطا خور. یه وقتایی هم اصلا کار نمیکنه. دلاور جان این کارو بکن، وگرنه من خودم این کارو باهات میکنم. خب برو. از اول میرم. گفتیم اولینیشو اینجوری میرس. ببخشید بچه‌ها بعد وقتا اختلال داره. یکم تیغه هاش چیز شده. 75. الان برعکسش شد. خورد به اون خدایی. بله ببینید برعکس انداختم. الان من اینم برعکس میندازم. بله خیلی داده واقعا، یعنی این پرهاش خیلی جالبه. الان من یه بار دیگه خودتون میندازم که ببینید. من اصلا دستمو تکون نمیدم و پرهاش چون شکستگی داره اینطوری چرخیده و خورده به اینجا و همچین چیزی فقط به فیزیک ربط داره. الان من با همین دارت یا مهندس اون چیزه اینهاش کاغذیه، اصلا فکرش هم نکن. تازه اونم شکست نمیشه. باش برو. ببینید من اینو برعکس میدم. اول یه دور نشونه گیری فوق العاده رو بکنم. بیا اینم سوسیس. الان میخوام اینو برعکس بندازم همینجوری. پرهاشو بیاریم. بیا اینا پرهاش کنده شد، یعنی انقدر سرعتش زیاد بوده. این یه دونه دارت رو تنهایی خریدیم. خیلی سنگین و ارزشمنده. یعنی ببینید تا بگم بهتون وزنه ها داره. ببینید این وزنش کوچولوتره و این بزرگتره. بله حالا بریم سراغ آموزش گوگلیت. خب بریم. خب این اولیش انداخت پرش در اومد ولی الان برعکس رو بنداز. الان برعکس رو بندازم. برعکس به چخ رفت. برو. الان من این برعکس رو بندازم. ببینم اینجوری خود سره. اینجوری که نمیدونم. انشالله که این هم بشه. اول از اینجا ببینید تیغش
تیغش اینجاست و تیغش برای جلو خودمه و اینجوری فکر میکنم الان این میاد میخوره تو چش من. اول پرشم به اینه. بنداز گی نخیر. 1 2 3 بیا. نه متاسفانه هم وقت میخوام الان بدون پره امتحانش کنم. بابا اصلا پره هاش باز میشه که به چرخه ببینید میخوام بدون پره به خود داشت میشون. نه بابا چطوری؟ برو کنار بابا حاجی شد برگام برگام اصلا چطوری؟ سب کن من یه دونه تست برم. آره ریدم. سب کن خیلی سب کن باید با دست راستم برم. خب سب کن نه باش بگیر نگیر نه خاموش نگانی سب کن بگیر باری بر ها بگیر بنداز خب همینجا بگیر دستم. خب دقیقا بریم. خب ببینید چی کرد. نه چرخید. خب سب کن الان برعکسشو برعکس بگیر از من برو دور سب این بردار. خب بیا مگه نگفتم نمیشه. یه بار دیگه بریم برعکس نمیشه. وایسا یه داره دیگه سه دور داریم. نمیشه. الان بگیر من برم. من الان چوس دستی دارم متاسفانه. الان ببینید من با همین میرم برعکسش میکنم. بابا تو میزنی اینطوری میچرخه میزنه به اونم شانسی بود. بابا دیگه چطوری میزنی؟ دارد نه دارت آفرین. چه اشکالی داره؟ بچه ها بریم یه دوئل ساده با ترنم. خب بچه ها الان میریم برای دوئلمون. این 3 تا پره داره و ما 3 تا پره داریم. یعنی من میزنه و شروع میکنم. بابا گو نخور. باش 1 2 3 ببینم من این دفعه دیگه نیست مسابقم. یعنی بره بندازم. زر نزن. امتیازم به همون چیزه. یعنی چطور؟ ببینید این سفیده 10 25 50 75 100 و نقطه آخر 200. بریم برو 1 2 3. خب بچه ها نرفت ولی دیدم خورد به اینجا. خب بچه ها بریم من تست دوباره. خب رفت الان 75 رفت. برو 1 2 3 الان دوم. خب زد 50. خب ولی باید بره توش. بیا دوباره. خب بچه این بار رفت خدایی رفت. 75 و 75 چقدر میشه؟ 75 میشه 150. 150 بریم برای آخرین دارتش. بریم. خب رفت بازم 75. خب بچه ها الان این 225 امتیاز داره. الان نوبت خودته. بله الان نوبت. خب بچه ها بریم برای دارتای من 3 تا کلا امتیاز ها بیشتر بالا میره. خب بیا بریم که رفتیم. خب یه دونه اولینشو 50 رفته. بریم بعدی. دومین دارتم 100. دومین دارتشو 100 رفت. 150 امتیاز تا حالا. بچه ها اینم از آخرین دارتم و یه دونه 50 های دیگه 200 امتیاز و متاسفانه ترنم جان باز. خداحافظ.